السلام دوستان عزیز، این مرتبه با شما دکتر بیروز همه وقت شخصیت خانواده باشید. چون که گفتیم اولین بیماری که بود ما قبول کردیم و سیستم چکون دادیم. برادران بدونید پرسپکتیو کنید، دستگیری کنید. این من هستم دکتر بیروز. مایده و کار سر کرد در جایی که هستین خداوند اول تن و صحت باشد، ولی اینمو شدگی هستیم. بیاین ما دستگیریتون میکنیم، توباتون رو موجود علاقه سر کردگی هستیم. های چون که شما میبینید ما کمتر چیزامون تنقیسی میکشیم اپارات دیگه چیزا، لیکن انشالله همشه با مرور زمان تعمین میکنیم انشالله. برادر عزیز بیاین مرا مساج برای کودکان، برای کلان سالان، پروفسیونال مساج و چون بچه ها بسیار باید گفتن برای حجامت را علاقه میکنیم. مرمت حجامت با علاقه ارزان و برای توبت های بیماری گرده، برای توبت های بیماری گماروی، برای بینسلی یا که برای فرزند یا که برای دیگر بیماری ها علاقه میتونید که مراجعت کنید. نمونه در تاکی کامنتاری و در اکران میمونم و برادر سوال بودن که اکران برای چی بلیت میفروشید؟ بلیت برای اون است که مقصد ما 10,000 میفروشیم. بلیت اگر وقتی خرید میکنید توباتو میان به پول میشن. در اینجا باید زنی که موجود علاقه میسازیم، مثلا برای آدمای خریدگی توباتوش به پول میشن. برای یک زنی برای همه وقت همه آدمایی که همون کاری چیزی که آدما هست همون آدما توباتوش به پول میشن. آدمیزاد همه وقت بیمار میشه و این را شما فراموش نکنید و اون خصوصا مردم برای بیماری پروستاتیت به من مراجعت میکنن. مراجعت کنید، برای پروستاتیتتون دستگیریتون میکنیم. خیلی در جایی که باشید مراجعت کنید. البته مهربانی نگهدارتون باشه. خیلی انشالله که یکمین بیمار ما قبول کردیم و در این زنی که شما میبینید من میتونم که مثلا بیمارا در یک روز یا 10 روز چند روز میشه خوب روان و زنهایی که مثلا احتیاجمند میخواد با ایرپورت و دیگر جمعه میتونم مثلا یوردن شکنم دستیش کنم. مثلا برادرایی که هستن خشون خیلی زبور خشون میکنن مقصد ما یوردن من طرف من یوردن همین است که مثلا یک شب دو شب میستم اینجا روانش میکنیم میروان. بدون پاکستان سکنید دستگیری کنید. الله همه تو روزی باشه و دعا کنید که من مقصد همین اپاراتوم رو بخرم. کوشش کنم برای شما یک سهم خدمت بذارم. نه که دیگر بچه های مسئله 100 دنی کن کرده ارزانی که دسترسی شما باشه باید با خدا قسم خدا شایده کوشش نگیم که همین شما دوالی باشه ولی آدم دو به خطا نمیشه و کوشش نگیم خطا بیارو اصلاح کنید. الله مهربان نگهدارتون باشه. تحصیلتون خانواده باشه.